سلام مردم غیور ایران. سلام نمیدی به مردم غیور ایران؟ من بیشتر گوش میکنم. آقا سلام به همگی. خب بازگشت محبودو میخوام غرور آفرین بگی تو کانال. بله. الان میگه الان بذار معرفی سمت چپ تصویر. پس میدهد کارما، احسنت، منجبل میشود در سرما. آفرین. مهمونی میکند برپا، همرنگ و مزه خرما. نامبر 23 مستر معیار حسن. نامبر 23 سمت راست تصویر کسی که اگر 70% کافه هایی که میره رو نمیرفت یه 150 متری تو 24 متری سعادت آباد. باریکالله. برادر نامبر 23. بنادر خاک پای مردم ایران. 150 متر کمه البته. نامبر 21 مستر محبود حسن. محبود قهوه است دیگه. محبود قهوه چطوری؟ سلامت باشی. چه خبر از بازار قهوه ایران؟ والا بازار خرابه. چک داری؟ چک. یه اتفاقی افتاده که سپیده تو این برنامه نیست. البته کامیونیتی گذاشت برای مخاطب وزین ماهی سپید که داره میره سفر. بله. ولی که ما متوجه نشدیم. نه دیدی اینا مثلا تو صدا و سیما میان سلام حالت چطور؟ حالا 20 ساعت با هم دیگه بودن، اصلا از خونه همدیگه راه افتادن با یه ماشین. ولی خب به هر حال هست یه جورایی. حالا متوجه میشین که چه جوری هست و نیست، یعنی چه جوری نیست و هست. بدون سپیده نخواهد شد. فعلا من در جایگاه سپیده نشستم، اما سپیده هست. آفرین. سپیده بین ماست. آفرین. سپیده همیشه هست. آقا قرار من طرز تهیه خیلی سریع باید جواب بدید. طرز تهیه غذاها رو از شما بپرسم. بله. شما بگید. بله. بعد رو کنیم به مرجع. این مرجع چی میگه؟ منبع چی میگه؟ اونی که نزدیکتر بود به منبع برنده است. آشپزی ملل. آره آفرین. محبود خب مسلما من هنوز برنامه شروع نشده پیروز این میدان. نه فکر نکن که خبریه، چون حالا نمیدونم. برو اولین آیتم. آقا اولین آیتم طرز تهیه قرمه سبزی. اول مهیار بگید. ببین شما میری اول پیاز داغ میذاری. خب ولی خب پیاز داغو بخوای بذاری، سبزی رو من نمیدونم کدوم مرحله میذاری. شما بگو. پیاز داغو میذاری، گوشتو میذاری، هم میزنی، اینا رو تف میزنی، نمک، ادویه، فلفل تف میزنی، آب میریزی میاد بالا. بعد بهش آب میریزی میاد بالا. میاد اول داره میاد بالا و آبو میریزی توش. باریکلا. سبزی رو چرا نریختیم؟ سبزی رو هم بعدش میریزی توش، درشو میذاری. خب این میشه قرمه سبزی. یالا شو قرمه سبزی بیاریم بخوریم. نه دیگه باید جا بیفته و برنجم کنارش بذاری. محمد حسن محبود. 2 تا پیاز خورد میکنی میریزی توش. آخ این بلده سید، این بلده. خب کاره. پیاز که سبک شد. پیاز سبک چجوری باید سبک بشه؟ یعنی یه کوچولو تف خورد. میفهمه اینجوری نگات میکنه میگه من سبکم. آبش از دست داد. گوشت رو اضافه میکنی. این که منم میزنی. گوشت باید اون رنگی که داره رو دیگه نداشته باشه. ای شرف بلده. آقا من اینا رو گفتم. حالا وایس. بعد این ور که تو این مایتابه داره گوشت و پیاز با هم هماغوشی میکنه، این ور توی تابه دیگه داری سبزی قرمه تو داری تفت. یعنی سبزی سرخ شده نیست. آماده سرخ شده نیست. حالا یه سریا درجه بندی دارن، خیلی تفت میدن که سیاه میشه. یه سریا نه، کمتر تفت میدن. اوکی. اینا همین دیگه. اوکی. فرقی تفت خورد یه بوی مطبوعی از بدن سبزیه میزنه بالا. اونجا باید درش داری. خب اونجا زیر سبزی رو خاموش میکنی، میای این وقت تو این مایتابه اینا رو همه رو میریزی، در رو میذاری، شروع میکنه قلقل. حالا صبر کن. لوبیا رو هم گفت. برای من قرمه سبزی لوبیا نداره. قرمه سبزی شما لوبیا نداره. حبوبوتالینین هم دیگه. حبوبات نمیخورم. یه رو مونده به آخرش که قل آخر رو بزنه.
2 تا گوجه فرنگی میندازی توش. گوجه فرنگی؟ بله درسته. این برای چیه؟ رنگ و قوام. میگن قرمه سبزی واسه درست کردم یه وجب روغن داره. آره. این اون کارو میکنه. رنگش هم تیره میکنه. حالا من یه سوالی دارم از شما. چرا لیمو امانی رو نگفتی؟ تو خودت چرا نگفتی؟ چون من نگفتم این امتحان. چون من تو قرمه سبزیم لیمو امانی نمیریزه. ولی یه ترشکی باید داشته باشه. با لیمو تش میخوره. نگفتی لیمو رو. نگفتی لیمو رو. لیمو سلیقه‌ایه. سر میز میارم خودتون خواستین اضافه کنید. خب حالا بیار ببینیم چی. بذاریم سپیده. ببینیم سپیده از فکر میکنم بله دیگه دوسلدورف هلند. یه روستای کوچیکه. بله. سلام و درود بر اعضای خانه چرت و پرت ایران. خیلی خوشحالم که مثل همیشه در این برنامه سهیم هستم، حتی از راه دور. طرز تهیه قرمه سبزی اینجوریه که شما اول پیاز رو تفت میدی، پیازای نگینی خرد شده رو تفت میدی، بعد گوشت تیکه‌ای رو بهش اضافه میکنی، دوباره تفت میدی، نمک، زردچوبه، فلفل، بعد میذاری 10 دقیقه رو میمونه تا قشنگ گوشت جا بیفته، آب بندازه، بعد سبزی رو بهش اضافه میکنی، سبزی که دوباره از قبل تفت دادی، اون سبزی رو بعد از قبل تفت بدی سیاه بشه، بعد اضافه کنی. بعد لوبیا رو اضافه میکنی که لوبیا رو هم باید بذاری نصف روز یا 1 روز خیس خورده باشه، لوبیای قرمز یا لوبیا چیتی، همه رو اضافه میکنی، آب میریزی تا 7-10 ساعت دیگه که بپزه. وسطای پخت 1-2 ساعت بعد از این مرحله 2 تا لیمو امانی بهش اضافه میکنی. لیمو امانی اینو من گفتم. آقا ادویه که هیچ کدومتون نگفتید. سپیده رمزشونه این رستورانا توش گوجه فرنگی. من نمک فلفل نگفتم، نمک ادویه فلفل. به نظر من محبود برند. سلامت باشین. میپذیرم ولی به هر حال نمیپذیرم. آقا بفهم. طرز تهیه کلجوش یا کلجوش قصه چه کار میخواد بکنه؟ بسیارم خش خوش مزه. بسیار خش خدا بیامرزه آقا قاسمو. شما یتا گردو رو ورمدار مسابت با پوست یا بدون پوست؟ گردو رو بدون پوست مسابت منظورم رند است. رنده؟ خب بگو آسیاب میکنه یا رنده میکنه فرقی نمیکنه. شما یتا نعنا هم میخواید، نعنا پیاز داغ و نعنا هم میخواید. پیاز داغ و نعنا و گردو با هم تف بده یا تا آب بهش اضافه میکنید و بشه کلجوش. تمام. فکر میکنم از واقعیت بدوره. فکر میکنم با واقعیت فاصله داره. یکی از اصلی ترین مواردشو نریخت توش. چی؟ کشک. کشکو مگه تشت برو شما. ببین شما پیازو میذاری تفت میخوری. باز پیاز. ببین تمام موارد زندگی با تفت پیاز شروع. من گفتم پیازو نه داغ. گفتم پیازو نه گردو شروع کرد. یعنی شما میخوای بری ازدواج کنی، خواستگاری میری، قبلا تو خونه پیازو تفت کنی. پیاز که تفت خورد، از یه طرف گردو رو میریزی، از یه طرف نعنا رو میریزی و ادویه. قبلی نگفتی. قبلی یادت رفت. ادویه رو که ریختی، یه طرف دیگه تو این تشت نیست. تشت برای شستن لباس. کاسه بزرگ کشکا رو سابیدی. میگن برو کشک تو بساب. اینو من نگفتم. کشک تو میسابی، یه ذره آب تو کشک میریزی، اینو هم خاطرم ایراد پیدا کرد. خب نه این درست‌تر گفتی. بعد کشکو با اون آبی که داره، نه آب مجزا، کشک با اون آبی که داره رو میریزی تو قابلمه، میذاری کنجوش میپزه. خصوصی بلده. بریم سراغ داور برنامه از شهر کلن. طرز تهیه کله جوش: اول سیر و پیاز رو تفت میدیم، بعد زردچوبه میریزیم، بعد گردوهایی که پودر شدن و آسیاب شدن رو میریزیم، بعد نعنا رو میریزیم، اینا رو همه رو که با هم تفت دادیم، بوش که اومد در بیاد، کشک و آبی که قبلا با هم قاطی کردیم و میریزیم توی این مواد تفت داده شده. فکر کنم یه 40 دقیقه تا 1 ساعت باید بپزه. بنده خودم به شخص گوجه میریزم، خیلی خوشمزه میشه، ولی خب خیلی هم گوجه نمیریزم. خدایی من نزدیکتر گفت. تو نزدیکتر بودی همونجا که ولی رمز این کار چیه؟
سیر رو نگو. سیر من تو غذاهام نمیزنم چون دهن مخاطب. نه دهن مخاطب باید بو بگیره. نه نمیشه. مگه میشه سیر رو از ایران غذا ایرانی هست شما واسهتون کالجوش درست کنم سیر میزنم. نه اصلا شما شما کباب و ماهی تمام. من اصلا میرم شما هیچ کدوم از شما امتیاز نمیگیریم. همه شما گم. نیم بده به من حداقل. سیر مهمه. خیلی مهم بود. سیر مهمه. اصلش سیره، شیره، میره و پیره. تمام شد. پیره. خب آبگوشت. مهیار جان برو. ببینید شما در ابتدا که میرین گوشت میخری. هیچ. نه راجع به خرید کار نداره. شما پیاز رو برمی‌داری. خورد میکنی. خب تف میدی. گوشت رو بهش اضافه میکنی. که رنگ عوض کرد. نه این میشه قرمه سبزی. خواستم بگم سبزی اضافه میکنی. یه همه آسون تره. آقا دارم میگم نخودم که از قبل خیستن میذاریم توش هم میزنی. آب اضافه میکنی تشو میذاری. الان چی شو من نفهم. آقا پیاز رو برمی‌داری تف میدی، گوشت رو میندازی تف میدی، نخود از قبل خیس شده رو میریزی تف میدی، آبو میریزی توش تموم. مهاجا شما میگی ولش کن مهاجا. آقا همینه این یه غذای جدیده. پیاز رو تفت میدی. آقا بیا. خب خدمت شما عرض کنم که آقا پیاز رو تفت نمیدی؟ چرا؟ من نشیدم وایس داور رو، ولی پیاز مگه گنده نمیندازن تو آب؟ گوش کن. پیاز داغ اول غذا برای گرفتن بوی گوشته. پیاز رو تفت میدی، گوشت میریزی. گوشتم گوشت تیکه‌ای نیست. با دنبه. ببین. یعنی باید بزنی زیرش. نه. گوشته باید چربیدار باشه. اوکی. گوشت باید چربیدار باشه. میریزی اینا رو هم میزنی، بوی گوشت که در اومد ادویه‌جات رو اضافه میکنی. ادویه‌جات مرغوب باید بزنی یا توپل. بعد یکی از ادویه حساسه و جذاب. نه یه لحظه مهیار این اخمی که شما کردی یکی از شفای فرانسه باید یه همچین اخمی بکنه، نه کسی که لوبیا رو یادش رفت. نکتهش اینجاست، یکی از ادویه‌های جذاب تو آبگوشت پودر لیمو امانیه. بله. اینو تست کنی. من اینو خاطرم. اینو تست کنی. یاد بردم بگم. گوشتو که ریختی، لوبیا و نخودی که از 2-3 روز قبل گذاشتی خیس خورده، چون میدونی که لوبیا و نخود چی آفرینه؟ باد گرفتشه. آره. نخودو بریزی تو آب که گرفتشه. خب ببین میدونی که ما یه نوش آفرین داریم یه باد آفرین. باد آفرین موفق نشد تو موسیقی. سیب زمینی های تیکه بزرگم میندازی. سیب زمینی هم مهمه. سیب زمینی گوجه میندازی. 2-3 تا پیاز وسط نصف میکنی میندازی. حالا گوجه یه سریا میریزن یه سریا میشه تو آبگوش گوجه نریزی. گوش کن من یه رب نریزی. رب تهش یه رب مونده تهش. اینو میذاری 18 ساعت میجوشه. 18 ساعت مهمه. 18 ساعت و 50 دقیقه 2 تا قاشق رب میزنی تنگش. غذای سختی دیر آمده. 18 ساعت یعنی خیلی. ببین کمتر 18 ساعت آبگوشت نیست. آب و گوشت داری میخوری، آبگوشت نیست. ببین داوره طرز تهیه آبگوشت. اینه که من گفتم. ببین آبگوشت طرز تهیه خاصی نداره، همه چی رو میریزی تو قابلمه دیگه. گوشت و پیاز و حبوبات رو میریزی تو قابلمه، میپزه 3-4 ساعت میپزه. بعد 3-4 ساعت هم سیب زمینی و لیمو امانی رو اضافه میکنی. فقط 1-2 تا نکته داره آبگوشت. یکیش اینه که حبوباتش رو که شامل لوبیای سفید و نخوده باید بذاری 1-2 روز قشنگ خیس بخوره که بعد از اینکه آبگوشت میخوری پدر معدت در نیاد. یکی اینه. یکی همین که اگه میخوای رب بزنی علاوه بر گوجه، رب رو باید جدا سرخ کنی، اضافه کنی که بوی نه اینم نگفت جدا سرخ کنیش. نه خدایی گفت رب با آخرش بزنی همین دیگه. نه آقا اونی که من گفتم درست بود، اصلا نباید چیز میکردی. ببین امتیاز رو به من ندی پا میشم. نه امتیاز داری تو فقط به خاطر اون 2 مورد. 2 تا الان امتیاز گرفت. آره 2 تا امتیاز گرفت، ولی گوشت رو نباید تفت بدی. طرز تهیه کله گنجشکی. کله گنجشکی چیه؟ منم نمیدونم. گوشت قلقلی داره میدونم. خب اون که میشه یه چیز دیگه است اسمش گوشت قلقلی. آقا من اسم شما بگم،
عین آب گوشت تقریبا، به جای گوشت چیز گوشت قلقلی داره کله گنجشکی. نه بابا اصلا یه چیز دیگه است. من میتونم بگم کله گنجشکی مگه روزه نبود؟ کله گنجشکی 3 تا اسم داره. 3 تا اسم داره. بعضیا کله گنجشکی صداش میکنن، بعضیا خاله اسمتی صداش میکنن، بعضیا اشکنه خاله ما رو چرا میاری تو کار؟ نه مثل خونوادگی خاله اسمت به مردم چه؟ آقا ما برای تو فامیل ما خاله اسمت یه غذایی رو خوب درست میکرد، خونوادتون رو بین المللی میکنی، معروف شد به خاله اسمتی. این داره الان مردم میلیون ها ویو قراره بخوره خاله اسمت. اول پیازو که تفت میدی، اصلا اینو دیگه من نمیگم. پیازو تفت میدی، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنی، ادویه های مناسب گوشت چرخ کرده. بذار بگه تو گفتی، ادویه های مناسب گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنی، هم میزنی، بعد ربو اضافه میکنی، میتونی گوجه خورد شدن بریزی. خب اوکی، اینو میذاری کنار. عزیزم این وابیشکای شما داری میگی، همون خاله اسمتی همینه. خب یه طرف دیگه سیب زمینی ها رو میای واویشگاه ترکا هم بهش میگن قاتماقاریشما. آفرین. واویشگاه هم بهش میگن، ما خودمون بهش میگیم خالص. اولین غذایی که گفت چی بود سید؟ کله گنجشکی. نه این گفت بهش میگن چی؟ کله گنجشکی خاله اسمتی. اشکنه. اشکنه آخه همینه، تخم مرغ داره. بعد اشکنه سفیده. کله گنجشکی رب داره. بله. برای من باید امتیاز بدید. مطمئنم گوشت چرخ کرده نداره. احساس میکنم هیچکی نمیبره. نه اینو من میبرم. پلیکو طرز تهیه کله گنجشکی هم اینطوریه که مثل همه غذاهای ایرانی شما اول پیاز داغو سرخ میکنی، پیازای نگینی شده رو، بعد سیب زمینی های نگینی شده رو به اون اضافه میکنی، بعد رب میزنی، نمک فلفل زردچوبه اینا رو تفت میدی و آب میریزی. این میشه اون سسه. آب میریزی که قل بخوره، رب و سیب زمینی و پیاز و اینا قل بخورن. بعد گوشت چرخ کرده ای که یه دونه پیاز توش رنده کردی و شروع میکنی مثل حالت کوفته قلقلی کوچیک درست میکنی، به این سسه اضافه میکنی تا بپزه. بازم اگر که بخواید میتونید توش گوجم بندازید. این غذا هم زمان پختش همین رسیپی من گفتم یه گوش قلقلی گفت. پروسه همون آبگوش پروسه ولی خب آبگوش چیز آبم گفت دیگه. امتیازو بدیم به من. اسنپ هم رسیده ها، میرم. این که داداش ما بگیره بره بالا، بری بالا، منش میکنم، افتخار میکنم، ولی اینو اشتباه گفتی. نه اینو خدایی اشتباه گفتی. اینو تو قاتماقاریشما رو گفتی دیگه، واویشکا رو گفتی. نه آقا، واویشکا رو گفتی، بعد تو گفتی اول چیزو ببین می‌ریزی. این امتیاز بره تو مگه نگفتی؟ این امتیاز بره واسه معیار جیب به جیب میشه، مشکلی نداره. این امتیاز میرسه به مهیار حسن. 2-1. یه سوال دیگه مونده آقا جان. این آخرین گزینه معلوم میکنه که دو برادر مساو میشن یا که خیر، یا محمد محبود حسن مال منه. مالکیه. مال منه. بریم آقا من اینجا از دوستان بیننده بله میخوام که این ویدیو رو لایک کنم. چی میشه؟ چرا؟ چون لایک ها میپره. آفرین. وضعیت یوتیوب فارسی خوب نیست. لایک ها میپره. ممکنه ما امروز هستیم فردا نباشیم. ساپورت کن مخاطب. حمایت کن تا حمایت شی. مخاطب مثل یه زنجیره به هم وصله. ایرانی بخر. مخاطب اگر تو منو حمایت کنی یکی هم تو رو حمایت میکنه. این زنجیره به هم وصله. چرخه. دومینوی محبت. من اسمشو میذارم. دومینوی عشق مخاطب. دومینوی حمایت. بلش کن. طرز تهیه سوپ جو. سوپ جو. خب. هیچ ایده‌ای نداره. هیچ چیزی راجبش نمیدونه. سوپ جو. آره دیگه تقریبا هیچی نمیدونه راجب سوپ جو رو میذاریم خیس میشه. چه جویی؟ جوی پرک. آفرین. این که هیچ، چون زیاد خریدم. این اصلا کاری نداره. ترخینه. مارک ترخینه. بله. جناب آقای محمد رضا ترخینه صاحب برند. جوی پرک رو میذاریم خیس میشه. خب
جعفری کی هست؟ نداره جعفری نداره. هویج داره ولی هویج داره و قارچ هم داره. نداره. چرا قارچ سوپ جو قارچ نداره با شیر و خامه. سوپ قارچ سوپ قارچ نه شیر و خامه و سوپ قارچ رب و شیر و خامه اصلا نمیخورن با هم. رب نه سوپ جو رب داره. سوپ جو رب داره. بله آقا محبوب بله. پس سوپ جو سفیدی سوپاتونو کجا میخورین شما؟ سوپ فروشی آقای ترخینه. سوپ جو سفیدی که ما میخوریم رب داره؟ نداره. نه سفیده دیگه. نه. شیر داره. بفرم نه به من چه هستن؟ آقا جعفری رو توش خورد میکنیم با هویج جو آبو بهش اضافه میکنیم. این بیارشون رو لب نکنیم با ادویه و مرفمتون رو آب نمیخوره. آخرش شیر رو بهش اضافه میذاری بمونه. شیر بهش اضافه کنیم بمونه و تا لعاب بندازه و خوشگل بشه و همین. تاش هم یه مقدار اینجا جعفری میپاشی روش. جعفری گفتی؟ جعفری نه برای دیزاین. بله. جناب محمود انگار خیلی به خودش مطمئنه. تموم شد؟ آره آقا. بله تموم شد. ببین سوپ جو 2 نمونه است. زد به بنیانت مهیار. یه نمونه است که بعضیا میان توش رشته هم میریزن. نه من اینو قبول ندارم. یه برنامه رشته هم میریزن توش که میشه قرمز. اون چیزی که تو گفتی میشه سوپ گیشنیز. حالا من اون نمونه دوم کاریم. نمونه اول پیازو تفت میدی. خب بعدش اون جوهایی که گذاشتیم خیس خورده رو بله با هویجایی که به صورت تکه های بزرگ خورد کردیم بله همراه با میتونه حالا قارچ داشته باشه میتونه نداشته باشه دل بخواهه میریزیم تو قابلمه. خب آقا بلد نیستی بگو. آبو میریزیم. خب آب میاد روش. آب نباید بیشتر باشه. یعنی اگه سطح متریال اینجاست آب اینجا مماس با متریال. چی شد؟ سوپمون کم یه بنده گوش کن. خب تو متریال بیشتر بریز. بعد که اونو ریختیم 20 دقیقه 25 دقیقه مونده به آخرش که تموم بشه شیر رو اضافه میکنیم و خامه. این باعث میشه چی بشه؟ این باعث میشه قوام پیدا کنه سوپ. شیر و خامه مال سوپ قارچه. آقا میذاری من بگم یا نه؟ یا پای اسنپم رسیده؟ نه آقا داره شیر داره. حالا گوش کن. شما اگه بخوای سوپت خوشمزه تر بشه میای توش چیکار میکنی؟ قلم اضافه میکنی. آقا هیچ راجع مرغ صحبت نمیکنه. بال و گردن میریزن تو سوپ جو. بال و گردن نمیریزن. قلم داره. گردن اون سوپ مریزونه است که گردن میریزن. بال و گردن نمیریزن. بال و کت نمیریزن. بال و کت میخوای برو تهران باربیکیو. توی این سوپ قرمزا که توش هویج و گیشنیز و اینا داره میریزن اونو. حالا بال و سوپ مریزی و رشته. بعد که سوپ جا افتاد اوکی میریزیش تو اون ظرف سروت. یه ذره روش جعفری میاد. اینو که اما یاد گرفت. حالا اینجا رو نوک خامه صورتی رو باریک میبری. اینجوری میای رو سوپ. آقا خامه نداره سوپ جو. خامه نداشته باشه جفتتون رو تا صبح میزنن. حالا گوش کن. نونم کنارش توست میکنی میذاری کنار و لیمو. هی حالا اضافه کن که گارنیش داره میکنه. حالا واسه ما طرز تهیه سوپ جو. جو رو اول باید بذاری خیس بخوره. اگه پرک نباشه جو رو باید بذاری یه نصف روز یا یک روز خیس بخوره. بعد اون جویی که خیس خورده رو با آب و چند تا فیله مرغ و یه دونه پیاز درسته فیله مرغ یه ساعت بعد از اینکه اینا قل خوردن با هم دیگه نصف مواد توی قابلمه رو میریزم توی مخلوط کن یا خورد کن که قشنگ آسیاب بشه با اون پیازه و با بخشی از مرغا. بعد این چیزی که آسیاب و پودر شده رو میریزم توی اون بقیه موادی که توی قابلمه مونده. دوباره اینا با هم قل 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 میپزن. بعد توی یه قابلمه جدا 2 تا قاشق رب سرخ میکنم. میریزم توی مواد قابلمه تا دوباره بپزه. آخر سرم که دیگه لیمون ترش و جعفری و اینا اضافه میکنم. شیر و خامم نمیریزم چون من از سوپ سفید متنفرم. یا خب داره میگه من از سوپ سفید
سلیقه باشه گفتش سلیقه است. الان اینجا شما شنیدی بگه من خامه میریزم؟ همینو میخوام بهت بگم. سوپ جو سفیده. باشه خب خامه ربطی نداره. رب نریزی سفید میشه دیگه. نه دیگه رب نریزی رگه آب دهن میشه. شیر میریزن. نه رب و شیر میریزن. سوپ املته. من به هیچ آقا من یه سوال از شما دارم. بفرمایید. شما چند نمونه سالاد سزار تو ایران خوردی تا الان؟ بالای 50 مدل. بله. سوپ هم همینه. تو هر آتشخالی رو میخوای بریز تو قابلمه آب بریز میشه سوپ. نه اوکی. بیس کار رو ما میخواستیم از شما دو نفر درست بشنویم. من درست گفتی شما به ما یعنی امتیاز نمیدی؟ به هیچ کدوم امتیاز نمیدم. کتک میزنم. ولی نیما تدوینگر یه اسکرین شات یا یه اسلایس یه ویدیو درست از منبع درست بذاره ببینیم شیر داره یا نداره سوپ جو. شیر نداره. نیما جان بذار. سوپ جو این حرف منم بذار. سوپ جو شیر نداره، خامه نداره. اون سوپ رشته است. سوپ قارچ که اصلا داستانش متفاوته. سوپ قارچ که سوپ رشته نیست، آش رشته است. قارچ که اصلا قارچ نداره. قارچ اسمش قارچ. توش قارچ نمیریزن. توش بروکلی میریزن. آقا خیلی ممنونم از شما دوتا. محبود حسن این بازی رو برد. برنده شد. با یک اختلاف. سلامت. اون بره بالا من رفتم بالا. جیب به جیب شد. داشتمونه فرق نمیکنه. جایزه چی میدی؟ جایزه نقدی بود دیگه جیب به جیب شد. جایزه 7 تومن بود دیگه جیب به جیب شد. من نگفتی جیب به جیبه. جیب به جیب شد. مخاطبان بنده آرمس نادری شما رو بسیار زیاد دوست دارم. به خدا قسم. مرسی که با ما همراه تک تک مخاطبا بگردم. مرسی از محبود. چقدر خوب واقع شد. چقدر خوب واقع شد. افتخار محبود و مخاطبان. خدافظ.